یکی نبود غیر از خدا هیچکی نبود. سر قله ای رو کوههای سوئیس، توی کلبه‌ای که کوچیک و چوبیست، دختری به نام هایدی کوچولو، دست و پاهاش موچولو، زندگی میکنه با پدر بزرگ، ایمن از هجوم شیر و ببر و گل. اونا در کنار هم خوشبختن، پشت هم حریف کار سختن. هایدی هر روز توی دشت و سبززار بازی میکنه با بزهای نزار، میذاره اسم واسه بزغاله ها و برا بزا، آلیس و الکس و جولی و روزا. اسم دوستش پیتره، چند سالی از هایدی بزرگتره. پیتر چوپون اوناست، اون نگهبون و مراقب بزاست. پسرک مادری با خدا داره، یه مادر بزرگ نابینا داره. همگی هایدی رو خیلی دوست دارن، رو لپای قرمزش بوس میکارن. هایدی هم برا اونا گل میاره، گلای سفید و خوشبو میاره. قصه ها میگه مادر بزرگ پیتر برا اون، از دیو و فرشته و دختر شاه پریون. هر روز هایدی به پدر بزرگش کمک میکنه، چون داره هیزم واسه زمستون انبار میکنه. زمین سبز و هوا پاک و آفتابی، آسمون قشنگ و زیبا و آبی. خلاصه همه در اونجا خوشحالن، قوی و سالمن و به دوستیاشون میبالن.